استقبال شما با تماشابینان عزیز تلویزیونی سیما. با برنامه نوبتی چهره آشنا مهمانی کارشناس‌های پرمهر شما عزیزان هستیم. در برنامه امروزه باشند مهمانی ما هستند دوستانبک احمدов، روزنامه‌نگار، عکس بردار، بلاگر، تنظیمگر و عین زمان باشد متخصص عاید به اطلاعات در فیلیال جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوخت. سرآغاز شما را به برنامه چهره آشنا خوش آمدید میگوییم. تشکر زیاد. ما برنامه چهره آشنا را با همکاری با تشکیلات جمعیتی ابتدا راه اندازی نمودیم و مقصد اساسی ما معرفی نمودن چهره‌های آشنا در شهر پنجکند همزمان رشد روزنامه‌نگاری در شهر است. ما شما را اینجا با برنامه دعوت نمودیم تا اینکه از حیات خود از کسب روزنامه‌نگاری به تماشابینان قصه نموده باشیم. تشکر زیاد. بسیار اقدام خوب. من فکر میکنم که این تشبث امکان میدهد که روزنامه‌نگاری در شهر پنجکند که یکی از شهرهای پیشرفته است و همچنین فضای فرهنگی دارد در اون سطحی که امروز برای جامعه ما ضرور است رشد میکند و اولا عرض سپاس بیان میکنم که ما رو لایق این برنامه دیدید و فکر نمیکنم که اون فعالیتایی که ما داریم ارزشی این گونه معرفی داشته باشد، ولی به هر حال با اون نظر هستم که ما میتوانیم تا یک جای از اون تجربه و دانشی که از استادان خود انداختیم به نسلی که از ما خردسال‌تر هستند و در دلشان شوق روزنامه‌نگاری هست یا اینکه نقشه دارند که در همین سمت فعالیت کنند یک مصلحت یا توصیه یا یک پیشنهادهای خود را منظور کرده باشیم. تشکر زیاد. یادرس می‌سازیم دوستانبک نیز زاده شهر پنجکند هستند و عین زمان در ولایت سوخت در شهر خوجند کار و فعالیت دارند. چون شما نیز یکی از زادگان شهر پنجکند هستید، میدونید کسب روزنامه‌نگاری رو یا اینکه از وسایل اخباری عامه شهر پنجکند آگاهی دارید، چی نظر دارید وابسته به این به فعالیت روزنامه‌نگاران در شهر پنجکند؟ من فکر میکنم که در مقایسه با دیگر شهر و ناحیه‌های حدود ولایت سوخت شهر پنجکند نیز یکی از شهرهایی است که در آن در مجموع وسایل اخباری عامه در یک سطح مکمل رشد کرده است. این هم فعالیت نمودن 2 عدد تلویزیون، رادیو، مطبوعات و دیگر روزنامه و مجله ها تا یک اندازه فضای وسیع را برای فعالیت بردن در این سمت و زمینه مساعد را برای رشد ژورنالیستیک در شهر پنجکند فراهم آورده است و اینچنین زادگان شهر پنجکند که امروزها در دیگر منطقه ها همچون روزنامه‌نگار فعالیت برده ایستادند، این نیز از فضای خوب و فضای مساعد داشتن برای این پیشه، برای انتخاب نمودار این سمت و برای دانش انداختن گواهی میدهد. همزمان فهمیش و دانش خودی مردم که تقاضا میکند که همین چیز رشد یابد و من باور دارم که این روند بیشتر گسترش پیدا میکنه چون در حدود شهر پنجکند دهات دوردست زیاد هستند و تا جایی که آگاه هستم نه همه آنها دسترسی دارند به اون شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی که در حدود شهر فعالیت میبرد یا که روزنامه و مجله ها. من با وجود که در حدود شهر پنجکند کم قرار داشته باشم پیوسته برنامه هایی که موادهایی که همین نشریه ها آماده میکنن توسط شبکه‌های اجتماعی توسط شبکه اینترنت پیگیری میکنم و میبینم که اولا از اون نگاه میبینم که در حدود زادگاه من چی حادثه و جریان دارد، چگونه پیشروی است و دیگران از حدود تا یک اندازه کسبی نگاه میکنم که همکسبای ما در این منطقه که فعالیت میبرند چگونه مواد آماده میکنند و تا کجا گویم که معیارهای کسبی، تا کجا معیارهای زمانی معاصر و تا کجا دید و طلبات اودیتور هنگام تهیه این مواد به نظر گرفته می شود و اگر برداشت های خود را از این گویم که آشنایی بیان کنم، به نظر من کوشش های زیاد هست تا اینکه موادهای خوب، موادهای جالب آماده کرده شود و اینچنین حوادثی که در حدود شهر جریان میگیرد سریع وقت به اهالی رسانیده شود. اینچنین توسط شبکه‌های اجتماعی پخش کردن همین موادها امکان میدهد که نفرایی که زاده همین شهر هستند و در دیگر منطقه ها در دیگر کشورها زندگی میکنند آگاه گردند. از طرف دیگر از نگاه کسبیت من فکر میکنم که خوب میشد اگر که برنامه هایی که بیشتر سمت‌های گوناگون شهر رو به نظر میگیرد چون در حدود شهر منطقه‌های سیاحی زیاد است، مکان‌های فرهنگی زیاد است، شماره زیادی کارمندان کسب و کار گوناگون، هنرمندان، شخصیت‌های شناخته
و عموما در مجموع نفرایی که میشود از حیات آنها یک چیز آموده کرد، میشود از حیات آنها به دیگر نفرها رسانید، برنامه ها آماده کرده شود و این چنین در برابر انعکاس چهاره‌بینی ها و اون حوادث که معمولا جریان میگیرند، این چنین آماده کردن گویم که نوارهای اطلاعاتی از دیگر موضوعهایی که برای مردم مهم است، دیگر موضوعهایی که ضرور است که مردم از آن آگاه باشند، این چنین از مسئله ها، از اون مشکلی هایی که در سمت های گوناگون جای دارند، من فکر میکنم در این سمت باید بیشتر برنامه ها آماده کرده شود و این امکان میدهد که دایره فعالیت نشریه ها بازم وسیع تر گردد و این چنین مواد های آماده گردد که میتواند که اودیتوری بیشتر را جلب نماید. تشکر زیاد برای چنین سخنان. ما امیدوار هستیم که هر نفری که در وسایط اخباری عمومی محلی در شهر پنجکین کار و فعالیت میکنند با نظرداشت این سخنان شما دایره فعالیت خویش را وسیع‌تر می‌سازند و بیشتر فعالیت می‌کنند. یک نکته دیگر رو نیز می‌خوام قید کنم که اون اندیشه‌ای که گفتم به اون معنی نیست که من می‌خوام که به نفری کار یاد دهم یا که نفری را به یگان سمت راهنمایی کنم. من می‌دانم که اون نفری که در همین دایره وسایط اخباری عمومی شهر فعالیت می‌برند سال‌های زیاد کار کرده ایستادند، تجربه زیاد دارند و این چنین فعالیت آنها خیلی نظررس است و باور دارم که همچون یک من همیشه همچون یک بیننده نگاه میکنم که من چی میخوام که از حیات شهرم بینم. من میخوام که چگونه مواد باشد، چگونه برنامه باشد که من بیشتر تماشا کنم و این بیشتر از همین نگاه است اون پیشنهادی من کردم و فکر میکنم برای اون که من همچون یک روزنامه‌نگار مصلحت دهم یا توصیه دهم ولی کمی بر وقت است، چون در این سم نه اونقدر تجربه کافی دارم. سپاس. ما نیز با همین مقصد به شما این سوال را دادیم، چون همچون یک خواننده شما نگاه میکنید، همچون یک نفری که شما دور از زادگاه خود هستید و میخواهید هر اطلاعات، هر نویگری که در شهر میشود با خبر باشید و چون شما صدها نفر، هزارها نفر دیگر هستند که میخواهند معلومات بگیرند و ما باید نظر آنها را دانسته و در همون سمت کار کنیم با نظرداشت آنی که آنها چی میخواهند. بله. نگاه شما در دایره اون که روزنامه نگار دختر باشد یا پسر چگونه است؟ این پیش از همه وابسته به محیطی که آنها زندگی میکنند. اولا من همین خیلی فکر میکنم، یعنی که دایره محیطی که آنها زندگی میکنند نسبت همین پیشه چگونه نظر دارد، چون اگر مشاهده کنیم در بعضی منطقه ها فکر میکنند که بعضی پیشه ها خاصی زنها یا که خاصی دخترها نیست و بعضی پیشه ها خاصی پسرها است که باید تنها. من فکر میکنم که اولا از همین سرچشمه میگه، یعنی که محیطی که آنها در همون جا به رسیدن و گویم که تعلیم گرفتن چگونه نظر دارد و همین وقت شاید که آنها شوق روزنامه‌نگار شدن را دارند اما با نظر داشت که فکر میکنند که نباید دختر روزنامه‌نگار باشد یا که محیطی که در آنها زندگی میکنند تا یک اندازه برخلاف همین چیز. من فکر نمیکنم که امروز همین گونه یک برخورد به همین مسئله جای داشته باشد، چون ما در یک جامعه پیشرفته زندگی میکنیم و این اندیشه الکی سالهای قبلی بود و امروز در برابر جوان پسران من فکر میکنم که جوان پسران زیادی نیز همچون روزنامه‌نگار در جوان پسران، جوان دختران زیاد در همچون روزنامه‌نگار فعالیت برده ایستادند، نه تنها در حدود شهر پنجکین بلکه در دیگر منطقه که ما هنگام سفر کردیم که هنگام چهاره‌بینی ها با آنها و میخوریم که فعالیت میبرند و اگر که ما فکر کنیم که برای اون که دخترها جوان دخترها روزنامه‌نگار شوند امکانیت نیست یا که شرایط نیست، من فکر نمیکنم که این به این وابسته باشد، چون که چنانه که همه ما میبینیم امروز چون دیگر سمت ساحه ژورنالیستیک نیز در کشور ما خیلی پیشرفته ایستاده است و باز یک عامل دیگر این است که ساحه ژورنالیستیک در کشور ما با نظر داشتی وضع امروزی جامعه جهانی، با نظر داشتی تمایل های زمانی معاصر، با نظر داشتی اون که این ساحه در کشورهای پیشرفته چگونه که رشد کرده ایستاده است پیش می رود. شاعر فارسی زبان فریدون مشیری میگه که آسمان فرصت پروازی بلند است ولی قصه این است چه اندازه کبوتر باشی، یعنی از آنها وابسته است که تا کجا میتوانند در همین یک فضایی که پر از امکانیت ها است، در یک فضایی که وسیع است پرواز کنند و این از آنها وابسته است که تا کجا پرواز میکنند. فکر میکنم که اگر که آنها خواهش روزنامه‌نگار شدن رو داشته باشند میتوانند که به مقصد خود رسند، ولی تا اون جایی که من
امروز مشاهده میکنم بیشتری نورسای ما با یک هوس نگاه میکنند به این پیشه، یعنی که وقتی که آنها در تلویزیون یا که در یگان وسایل اخباری عمومی دیگر یگان نفر رو میبینند فکر میکنند که این خودشون را جای همون تصور میکنند، فکر میکنند که ژورنالیست که این شهرت است، این شناختن است، این معرفی شدن است، فکر میکنند که این کاری آسان است و همین گونه نزد دوربین یا که نزد دیگر دستگاه ها مینشینی و برنامه میکنه، همین گونه وقتی به کوچه برای مردم میگن این فلانی ژورنالیست زور برنامه میکند و دیگر چیزا و نمیدونند که پشت اونی که همین یک برنامه تهیه گردد چقدر دشواری ها هست، چقدر مشکلی ها هست، چقدر زحمت ها است و زحمت چند نفر است که تا اینکه در یک حجم کوتاه 5-10 دقیقه یک نوار اطلاعاتی یا که در حجم این زیادتر یک برنامه تهیه میگردد و اون پیشنهادی اودیتور میگردد. چنین باشد از اندیشه خود شما پرسان میشویم. گفتید شهر پنجکه نیز یکی از شهرهای پیشرفته است، واقعا هم چنین است و برابری گیندری تا یک اندازه رعایت میگردد، گوییم هم خطا نمیشود، ولی نگاه مردم با اونی که یک دختر روزنامه‌نگار است فکر میکنم تا آن حدی نرسیده است، چون اکثر سوال دادیم به همین خلاصه آمدیم و از شما پرسان میشویم که اگر همسر آینده شما روزنامه‌نگار باشد شما قبول میکنید و در ادامه کار و فعالیتی وی چگونه شما راضیگی میدهید؟ همچون یک نفری که در جامعه کار میکنید، با مردم هستید، از این کسب آگاهی دارید؟ اگر در عین زمان من همین سوالی که شما دارید پاسخ دهم، این امکان ندارد که همسر من آینده یا که همسر من روزنامه‌نگار باشد، همسر آینده من، یعنی که الکی من با نظر در نظر است که با یک نفر اولاد داشتم که اصلا تماما با ساحه روزنامه‌نگاری یگان نزدیکی ندارد. فرض کردیم روزنامه‌نگار باشد، ما نگفتیم که آینده شما حتما همین گونه است. اگر روزنامه‌نگار باشد، راستی یگان مرتبه فکر نکردم که اگر همسرم روزنامه‌نگار باشد چگونه است. بیایید فکر میکنید اگر همسر شما گفتند شما یک نفر رو دوست داشتید یا عائله شما انتخاب کردند که اون دختر روزنامه‌نگار است، کسب خود رو دوست می‌دارد، همچون یک نفری پیشرفته، همچون یک نفری که شما تماما فکرتون پیشرفته است، با جامعه کار میکنید، میدونید چگونه؟ اگر همسر من روزنامه‌نگار باشد من نمیگذاشتم که فعالیت کند. برای چی؟ چون من میدونم که این ساحه بسیار دشوار است، در حالت‌های گوناگون، در وضعیت‌های گوناگون قرار دارد و این نه همه وقت برای یک زن میتواند که آسان باشد. شاید وی به یک منطقه دوردست سفر میکند، شاید در یک حالت‌های ناگوار قرار میگیرد و این نه به آن خاطری که من فکر میکنم که از عهده‌اش نمیبرد، بلکه به آن خاطر که من نمیخواهم که در همین ساحه فعالیت برای او اذیت کشد یا اینکه برای یک مشکلی‌ها یک دشواری‌ها داشته باشد. اگر که در یک نشریه هایی که دوره فعالیتش که محدودتر است یا یگان فعالیت هایی که بیشتر علاقمند است به اون که در یک کارگاه فعالیت کند یا که این زیاد سفر نداشته باشد، زیاد که در دیگر منطقه نباید که قرار داشته باشد، بگذار فعالیت کند. این اگر که با همون نفر با همین شوق داشته باشد که خواهشی در همین سمت فعالیت کردن داشته باشد، لیکن اگر در مجموع گیریم من نمیخوام که فعالیت کند. و اکثر بیننده ها، اکثر جوان پسران نیز در همین نظر هستند، ولی چون شما گفتید زنی من اذیت میکشد نمیگذارم، دیگر جوان پسرها باشد میگویند من نمیخواهم همسر آینده من میان مردان زیاد باشد، ولی فکر میکنم اگر که به همسر خود باور داشته باشند و جوان دختران شوق داشته باشند به اونی که روزنامه‌نگار باشند، مشکل نیست. در برابر کار خانه میتوانند روزنامه‌نگار باشند، در میان مردم باشند، با جامعه کار کنند. بله، ما امروز میبینیم که چقدر بانوان روزنامه‌نگاری ما زیاد هستند و حتی نشریه‌هایی است که بیشتری کارمندان آن زنها هستند یا که دیگر وسایل اخباری آن. این از آن شهادت میدهد که آنها نوبست از آن دشواری‌ها میتوانند فعالیت برند. لیکن به هر حال وقتی که ما میبینیم آنها هم بعضا وقت از آن ناراضی هستند که در همین ساحه فعالیت می‌کنند، چون این به آنها امکان نمی‌دهد که با کارهای روزگار مشغول شوند، فرزندان خود را درست نگاه کنند، فرزندان خود را تربیت کنند. این البته در با حیات عائله‌داری آنها یک خلل می‌رساند و وقتی که نوبست از آن که اون نفر به همسرش باور دارد، وقتی که در حیات عائلوی این گونه شون، این فکر می‌کنم باعث می‌گردد که یگان نافهمی یا اینکه یگان چیزهای دیگر رو به وجود بیارد و البته این از انتخاب هر نفر وابسته است. ما نمیتوانیم جای دیگر رو خلاصه کنیم که زنی فلانی باید روزنامه‌نگار باشد که نباشد. این از قبول هر نفر وابسته است که با این چین نظر دارد.
اینجا که از مشکلی ها حرف زدید شما گفتید مشکل است برای بانوان عموما در کسب روزنامه‌نگاری در روند کاری روزنامه‌نگار چی مشکلی ها هست چون شما سالهای قبل بودید روزنامه‌نگار فعالیت کردید میدونید اگر ما در مجموع نظر کنیم یگان کسب یگان فعالیتی نیست که به دشواری باشد و ژورنالیستیکا نیست چون یکی از همین پیشه ها اولا فکر میکنم یکی از دشواری هایی که امروز جای دارد ما از زبان همکسبان خود میشنویم این علاقمندی دارد به مسئله مالیوی مشکلات این بود به نظر شما تا اونجایی که من آگاه هستم بله همین گونه تشکر زیاد ولی میخواستم وقتی که شما یک برنامه فرهنگی میبرید هم صحبتی دارید در این روند چی مشکلی هست نه از جهت تکنیکی مالیوی یا اینکه به هویت شما خطر تهدید میکنند در روند کاری که شما در کارخانه فعالیت میکنید رفتی برنامه چی مشکلی میکشیدید شما خود در اولی کار کردنتون در آغاز فعالیت من در آغاز همچون تجربه آموز فعالیت میکردم چند ماه یعنی که به مزد معاش تا وقتی که من کار آموختم بعدا همچون خبرنگار فعالیت میکردم در شعبه اطلاعات و آیسته من نواربرداری تنظیم رو آموختم و مستقلانه گویم که گزارش اطلاعاتی تهیه میکردم بعدا من از استادان طرز خواندن برنامه اطلاعاتی یعنی نطاقی رو آموختم و در این سمت نیز کار کردم یعنی اگر در مجموع گیریم من خودم از یک برنامه اطلاعاتی رو از آغاز تا انجام همش رو میتونستم که خودم آماده کنم و این البته از یک نگاه خوب است که شما میتوانید که آزاده همه کار برید و برنامه خود رو آنگونه که دلتون میخواد آماده کنید از طرف دیگر این شخص رو خسته میکنه وقتی که شما با بیرون میبرید نوار میگیرید میبرید متن مینویسید و اون تنظیم میکنید این نه همه وقت امکان میدهد که همون گونه که شما انتظار هستید یک مواد خوب پیدا گردد و همون انعکاس کنید بعضی اوقات ضرورتی همین گونه هست که شما در یک مدت کوتاه آماده میکنید و همش خودتون میکنید و پیشنهاد میکنید چون که ضرور است که همون چیز پخش گردد ولی نه همه وقت شما همون موادی که آماده میکنید اونگونه که تاب دلتون است اونگونه که شما امروز در نشریه های پیشرفته دیگر کشورها میبینید که چگونه آنها مواد آماده میکنند چگونه آنها از امکانات هایی که امروز برای ژورنالیست که موجود است استفاده میبرند مثلا اینفوگرافیکا هر گونه دیگر گوییم که موادهایی که هر گونه دیگر عامل‌هایی که میتواند که مواد با جالب‌تر و رنگین‌تر کند شما که چند برنامه داشتید در تلویزیونی شهر خوجند در ولایت سوق کدامی از آنها بیشتر به شما پسند بود اساساً من در سمت اطلاعات فعالیت می‌بردم برنامه اطلاعاتی و اینچنین برنامه فرهنگی و فراغتی شام دیار رو تهیه می‌کردم من بیشتر میخواستم که در سمت اطلاعات فعالیت کنم چون که این شما باید هر روز یک چیز نو یابید هر روز باید یک چیز نو آماده کنید و این وادار میکند که بیشتر جستجو کنید این وادار میکند که حتی وقتی که در کوچه ها راه میگردی با یک مشاهده کاری چون یکی از وظیفه اساسی روزنامه‌نگاران این مشاهده کاری است با یک مشاهده کاری نگاه کنید که اطراف شما را چگونه مسئله فرا گرفته است جامعه چی میخواهد مردم چی میخواهد کجا چگونه و این وادار میکند که شما منتظم فکر کنید منتظم یک ایده نو کنید منتظم یک موضوع نو پیدا کنید تشکر اگر که به شما اطلاعاتی گفتید برنامه اطلاعاتی پسند است شما نطاق بودید اینجا میخواهیم چند لحظه شما خود را همچون نطاق برنامه اطلاعاتی حسابید و شاید آغاز برنامه را پیشکش تماشابینان میسازید یک حالت عجیب البته بعد چند مدتی که در یک جریان فعالیت قرار نداشتم من نمیدونم که حرف رو از کجا آغاز کنم چی کنم ولی به هر حال برنامه اطلاعاتی اساساً هر بار یک خیلی آغاز بله درست ولی وقتی که شما در برنامه اطلاعاتی هستید اونجا محیط حالت فرق میکنه من برنامه اطلاعاتی در شرکت تلویزیون و رادیو دیار یعنی که در شهر خوجند برنامه اطلاعاتی نگاه دیار بود و اینجا آغاز اون را پیشکش بله پیشکش تماشابینان شهر پنجشنبه میکنیم من همین گونه آغاز میکردم
ассалому алайкум бинандаҳои азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии Нигоҳи Диёрро бо муҳимтарин хабару рӯйдодҳои рӯз манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо ҳастам Рустамбек Аҳмадов. Дар оғоз таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. Албатта ҳолат фарқ мекунад, ё ки мо дар дастамон бо он хабарҳое ки мехонем буд ва нигоҳ ҳамо, либос ҳамо, ҳолате ки ҳаст ва шояд ин ҳам то як андоза баъд ҳарф задани мо таъсир мекунад. Ман намедонам ҳозир чӣ гуна шудин. Ба ҳар ҳол кӯшиш кардам. Бале, бале. барномаи иттилооти бошед ва шумо баъд аз оне ки рӯзноманигор бошед, ҳамзамон ҳамчун блогер кору фаъолият мекардед ва имрӯз фарқияти ҳарду инро дар чӣ мебинед? Рӯзноманигорӣ ва касбе ки баъди он шурӯъ кардед, фаъолияти кардед. Ташаккури зиёд. Фикр мекунам як суоле аст ки шояд имрӯз бисёр дар ҷомеаи мо баҳс мегардад ва рӯзноманигорӣ имрӯз дар кишвари мо як самте аст ки доираи муайяни фаъолияти худро дорад. меъёрҳое ки ҳамун самт ба танзим медароранд мавҷуд аст, яъне қонунҳо, қарорҳо ва дигар меъёр принсипҳо, инчунин меъёрҳое ки дар сатҳи байналмилалӣ қабул гаштаасту ҷумҳурии Тоҷикистон низ уна қабул намудааст. Яъне ки як самте аст ки доираи муайяни фаъолияти худро дорад ва мешавад уна тафсир кард ки уна шарҳ дод ки чӣ гуна пеш аст. ва соҳаи шояд соҳа бошад, шояд як самти фаъолият гуфтан мумкин бошад блогерӣ, ин бештар алоқаманде аст ба шавқи ҳар нафар, яъне ки ҳар нафар худаш метавонад ки дар як маротиба санҷад. ва чизи дигар ин аст ки имрӯз фикр мекунам дар муҳити имрӯзаи мо то як андоза ҳамин чиз душвор аст, чунки нафаре ки ба ҳамин пеша машғул мешавад, ки ба ҳамин дар ҳамин самт фаъолият мекунад, барои вай лозим аст ки аудитория бештар дошта бошад. шояд дар оғоз вай аз ин пешаш даромад намегирад, то як вақти муайян бояд ки аз ҳисоби худаш хароҷот кунад. маблағи интернет, барои тайёрӣ кардани маводҳо маблағ лозим, барои шояд ки вай аз уҳдаи ҳама кор худаш намебарояд, ягон нафари дигара хоҳиш мекард ки корҳо иҷро кунад, ё ки ягон дастгоҳ, ягон таҷҳизота ба иҷора мегирад, маблағи оно пардохт мекунад. агар нафаре ки мехоҳанд ки маводҳои гӯем ки муаллифӣ ё ки маводҳои босифат омода кунанд, лекин ин самт то як андоза дар кишвари мо ҳоло як шарҳи аниқи худа надорад, чунки имрӯз мо мебинем ки хеле зиёд ҳастанд дар сегменти тоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ, дар фейсбук, дар инстаграм, дар ютуб, дар тикток ва умуман дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ё ки дар дигар самтҳо, ва лекин на ҳамаи онҳо гӯем ки муҳтавои хуб омода мекунанд. баъзеҳо фикр мекунанд ки шояд бо ҳар гуна ҳангомаҳо, бо ҳар гуна хабарҳое ки мардума ба ваҷҳ меоранд, хабарҳое ки мардума ба даҳшат меорад, ё ки хабарҳои бар дурӯғ мардума ҷалб кунанд. баъзеҳо бо ҳар гуна маводҳое ки на он қадар гӯем ки моҳияти хуб доранд ва шояд на ҳамаи онҳое ки дар ҳамин самт фаъолият мекунанд кӯшиш мекунанд ки як маводҳое омода кунанд ки аввалан баландмазмун бошад, аз нигоҳи касбият босифат бошад ва инчунин тавонад ки мардума ҷалб кунад, инчунин тавонад ки ба мардум як чизи хуб диҳад, инчунин тавонад ки фазое ки ҳамин шабакаҳои иҷтимоии мо, фазои шабакаҳои иҷтимоии моро рангин кунад. ва ман низ як муддат дар ҳамин самт фаъолият мекардам ва ҳоло низ кор мекунам ва фаъолияти ман аз нигоҳи худам то як андоза номуайян аст дар ин самт, чунки ман дар гӯем ки самтҳои гуногун як муддат барои ютуб навор омода мекардам, баъдан барои саҳифаҳое ки доштам ҳамчун аксбардор аксҳои худам мегузоштам, баъдан боз чизе ки ҳозир давом дода истодам, ин дар шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, инстаграм, телеграм ва ман дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ин як саҳифаи махсусе аст, яъне ки шитоби дил ном дорад ва ман барои ин саҳифа тавассути барномаҳо ҳар гуна аксҳо омода мекунам, яъне ки гуфторҳои гуногун, байтҳо ва умуман панду андарз ва дигар чизҳое ки фикр мекунам ки метавонад ки як мардум ба як чизи хуб диҳад, яъне ки метавонад ки маънавияти мардума баланд бардорад, тавассути оришҳои гуногун пешниҳод мекунам то ин ки мардум ҳамон чиза мутолиа кунанд. яъне ки фаъолияти имрӯзии ман дар самти блогерӣ фикр мекунам ҳамин аст асосан. ташаккури
زیاد یادرس می‌سازیم. شما برنامه چهره آشنا رو تماشا دارید. مهمان امروزه ما هستند رستمبک احمدov، گفتیم روزنامه‌نگار هستند، عکس بردار، تنظیمگر. عین زمان باشد همچون متخصص در فیلیال جمعیتی هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوخت کار و فعالیت دارند و چون اینجا وظیفه‌های شما رو گفتیم همه اون کارهایی که تو امروز کردید، شاید سوالی پیدا می‌شود در ذهن تماشاگران که اگر روزنامه‌نگاری خوب بود چرا شما امروز نه همچون روزنامه‌نگار بلکه در فیلیال جمعیتی هلال احمر فعالیت دارید؟ درست است که شاید میگونه سوال پیدا شود، ولی اگر شرح دهم، من نزدیک 5 سال در تلویزیون فعالیت کردم. در این جریان همچنین با دیگر نشریه‌ها همکاری می‌کردم، نشریه‌های خبری، روزنامه و مجله‌ها و دیگر وسایل اخباری و امروز باشد در فیلیال جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوخت همچون متخصص فعالیت می‌کنم. یعنی هم متخصص سمت اطلاعات، یعنی که این به واسه علاقه‌مند است به اون کسب من، یعنی که من اون معلومات‌هایی که با فعالیت‌های ما تعلق دارد پیوسته در صحیفه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی داریم انعکاس می‌کنم و من همین سمت اطلاعات پیش می‌برم. یعنی که این به واسه علاقه‌مند است به کسب من و من از ژورنالیستیک نرفتم. و شما هنوز هم روزنامه‌نگار هستید؟ بله. این بود بخش اولین برنامه. بخش دوم برنامه ما است. ما به شما سوالی کوتاه پیشنهاد میکنیم و شما با اون کوتاه پاسخ میگویید. تا یک اندازه به حیات شخصی شما نیز وابسته است. این سوال ها برای همین پیشتر از آنی که سوال رو دهیم از شما معذرت میخواهیم. اگر شما راضی باشید آغاز میکنیم. فکر میکنم که سوال های دشوار نمیشوند. سوال ها خیلی آسان است. سوال اولین است: خوشبختی مرد از نگاه شما. خوشبختی مرد، همچون مرد شما چگونه خود را خوشبخت میدونید؟ خوشبختی مرد این اویله آرام و اویله خوشبخت داشتن است برای یک نفر مرد. برای مرد اول اویله پیش میستد یا اینکه وظیفه‌اش؟ اویله. یک لحظه خوشحالی در تلویزیون زمانی که شما کار میکردید شاید چیزی عجیبی بود؟ یک لحظه عجیب. لحظه عجیب. لحظه عجیبی که اصلا در خاطر من مونده است این وقتی که من سالی دومی فعالیتم بود و در آزمون ولایتی خومه سازنده صاحب مقام سیوم گشتم. در میون خیلی شماره زیادی روزنامه‌نگاران سمسای گوناگون وقتی که من برای گرفتن تحفه میبرآمدم، محترم رئیس ولایت رجب احمدزاده تحفه رو میسپردند. من دیدم که نفرایی که در همون طالور نشستن یا شاید در نظر من بود در مقایسه با دیگران بیشتر قرصک زدند، بیشتر کفکوبی کردند و این هیچ وقت همون صدای همون کفکوبی های همون صدای شاقونی همون از خاطر من نمی رود و این شاید یکی از بهترین لحظه است که در جریان فعالیت کسبی من به خاطر دارم. خب اگر چنین باشد لباس ملی یا ملی؟ اروپایی؟ ملی. ژورنالیستیک یا اینکه بلاگر کدام را انتخاب میکنید؟ اگر ژورنالیست همچون ژورنالیست فعالیت بری میتوانی که بلاگر هم باشی، ولی اگر تنها فکر کنی که بلاگری را میآموزی نمیتوانی که ژورنالیست شوی. انتخاب شما؟ انتخاب من ژورنالیست. توصیه شما برای جوانان؟ همچون یعنی جوان اولین چیزی که من میخواهم که با جوانا همچون جوان گفته باشم یعنی از تجربه خودم پیش از همه وقت خود را قدر کنند و وقت خود را درست استفاده برند. وقتی که شخص وقتش را درست استفاده میبرد و دیگه همه کارهای وای خوب میشود. بعضی ها میگن که چقدر کار کمتر باشد وقت زیاد بیشتر است، لیکن چقدر کار زیادتر باشد همه قدر بسیارتر شما میتوانید که اجرا کنید و این با اون وابسته است که البته اونها در چگونه محیط قرار دارند و اونها رو به چی وادار میکنند، چون در بعضی حالات نه همه پدر و مادران میخواهند که فرزندان اونها تعلیم گیرند و فرزندان اونها آینده که تحصیلشون رو دوام دهند و صاحب یگان اختصاص شوند. البته من فکر میکنم این همه یک شماره خیلی کم است، ولی به هر حال تو یک اندازه جای دارد در همه جامعه ها در همه منطقه. برای همین من به جوانان گفتنی هستم که وقتشون درست استفاده برند، کوشش کنند که دانش‌های نو از خود کنند، کوشش کنند که اون چیزهایی که برای زمان امروزه ما گویم که ضرور است و اون چیز روندهایی که در زمان امروزه ما تکنولوژی اینواسیونی و دیگر روندها رشد کرده شده است
همون از خود کنند و کوشش کنند که در برابر اون که از خود کردن هم استفاده برده و همین وسیله در پیشرفت کشور، در پیشرفت سمت و سوهای گوناگون، در بهتر گشتن حیات مردم ما سهم گذاشته باشند. تشکر زیاد. سوال آخرین است، نگاه شما به برنامه نوی که ما آماده کردیم، برنامه چهره آشنا. تشکر زیاد. نگاهی من به این برنامه فکر میکنم تا یک اندازه برنامه خوب و برنامه سر وقتی است، چون در شهری که شماره زیادی وسایل اخباری عمومی موجود است و شاید بیشتری نورسان ذوقی در همین سمت فعالیت بردن و دوران این امکان میدهد که تا یک اندازه سر انتخاب‌های خود بار دیگر فکر کنند و کوشش کنند که درست خلاصه کنند. توصیه منم همچون یک نفری که شما نظرش پرسید وابسته به این برنامه این است که میخوام با نسل نورسی که اساسا همین اودیتوری برنامه باشونه که همین برنامه با آنها نگرانده شده است فهمانیده شود که این چی است، از نفری که فعالیت می‌کند چی تقاضا میکند و باید که وقتی انتخاب میکنند به چه ها آماده باشند و همچنین بار دیگر آنها رو وادار کرده شود که اطراف انتخاب خود فکر کرده درست خلاصه کنند. تشکر زیاد. باری دیگر که وقتی خویش رو دریغ نداشته به برنامه ما آمدید و نظری خود رو به تماشابینان گفتید. کمی هم باشد درباره کسب روزنامه‌نگاری معلومات دادیم و یادرس میشویم مهمان امروزه برنامه بودند رستمبک احمدوف. و تماشابینان عزیز، امید بر آن داریم و باوری داریم که شما نیز در انتخاب کسب خود اشتباه نمیکنید و در آینده یکی از فردهای خواهید بود که بهر پیشرفت جامعه سهم بی‌نظیر داشته باشید. با امید خاطر جمع و خانه آباد شما اینجا میرسیم با فرجام برنامه نوبتی چهره آشنا. تا برنامه‌های دیگر، خیر.